ممنونم دخترم. نوش جان. ممنون دخترم. نوش جان. ممنونم عزیزم. خواهش میکنم. نوش جان. ممنون دخترم. نوش جان. مرسی. قهوه خیلی خوشمزه است، دستت درد نکنه. نوش جان. ممنون. خواهش میکنم نوش جان. سنگل خانم، دلیل اومدنمون واضحه. به امر خدا و سنت پیامبر دخترتون لاله رو برا پسرمون اونور خواستگاری میکنیم، البته اگه شما اجازه بدین. خب جوونا همدیگر رو دیدن، پسندیدن، ما هم باید ازشون حمایت کنیم. اگه اینجوریه پس مبارکتون باشه. مبارک باشه. دست بزن. مبارک باشه دخترم. مامان بزرگ. مبارک باشه پسر خوشگلم. مادر جون. زنده باشی دخترم. خانم. آی چشتو از اون خونه بر نمیداری. دختر دوست داشتنیم. اونور نور چشممه، قلب و روحمه. بعد از این تو هم برام مثل اونوری. اونور پسرم، آرزو میکنم تا وقتی زنده این حلقه هاتون تو انگشتتون و عشقتون رو تو قلبتون نگه دارین. به پای هم پیرشین. من باز میکنم. یعنی کی میتونه باشه؟ بفرمایین، با کی کار داشتین؟ برو کنار. برو کنار. یه لحظه پیلینسو خانم. بریم کنار، از اینجا برین، از اینجا برین. سوال ازش دارم، اجازه بده. اونور تو داری نامزد میشی؟ چطور تونستی این کارا با من بکنی؟ پیلینسو آروم باش، اول به حرفام گوش بده. به چی گوش بدم ها؟ دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه، همه چی واضحه. پیلینسو عزیزم، بهتره خودمون این مسئله رو بین خودمون حلش کنیم. بهم بگو چی رو بین خودمون حل میکنیم یلدیس؟ با وجود اینکه نامزد منی چطور میتونی با یکی دیگه نامزد بشی؟ اونم با یه دختر معمولی؟ تو با من بودی؟ دخترم. آره عزیزم، حتی معمولی هم برات کمه. میخواستم بگم فقیر، آدمای بی کلاس، آشناهای راننده. چی؟ پیلینسو مواظب حرف زدنت باش. بس کن. واسه چی بس کنم؟ خب بذار بگم دیگه. این که گفتی آشناهای صمده، اینم دروغ بود نه؟ واسه این گفتی که منو فریب بدی تو یه دروغگوی کثیفی اونور. منو نگاه، چی داری زرزر میکنی؟ مامان. واقعا ازتون معذرت میخوام، مراقب حرف زدنت باش، وگرنه من میدونم و تو میدونم باهات چی کار کنم. مامان لطفا سر دخترم جیغ نزن.